چند وقت پیش توی جمع خودمونی بودیم، یه آقای وارد شد گفت که ببخشید خبر دارید فلانی داره زنش رو طلاق میده؟ فلانی که اسمشو برد، این آقا حداقل 20-25 سال از زندگی مشترکشون میگذشت. چطور بعد 25 سال بچه بزرگ داره، بعد زنش هم به خوبی معروفه و مردش هم هر جا میشینه صحبت از خوبی زنش میگه، زنم خوبه، کلانتره، مادر خوبیه برای بچهاش، یا همسر خوبیه واسه شوهرش. چطور بعد 25 سال میخواد طلاق بده؟ واسه ما جای سوال داشت. وسط این جمع ما یه آقای دیگه در اومد که آقا کاری نداره که ما که میگیم محالی همچین اتفاقی بیفته. من با این رفت آمد خانوادگی دارم با این آقا، میخوای امشب برم خونهشون سوال کنم؟ آخه دلیل نداره تو زن طلاق بدی. اینجوری که تو هر جا میشی ازش تعریف میکنیم جای تعجبه، حالا میخوای طلاق بدی بعد 25 سال با بچه بزرگ؟ میرم سوال میکنم چی جواب من میده. فردا خبرش برش کنم، میرم گفتم باش. این آقا میره سوال میکنه، فردا میره تو جمع. گفت سوال کردم، گفتیم چی شد؟ گفت آقا به من گفت که بله خانمم خیلی خوبه، من ازش راضیم، خیلی حسنای خوبی داره، از همه نظر زیبایی داره، روابط اجتماعیش خوبه، کلانتره، خانه‌دار خوبیه، مادر خوبیه واسه بچه‌هاش، رفتار اخلاق همه چیزش یک. خب هر آدمی یه بدیهایی هم داره. تا حالا من به خاطر این حسنای خوبش بدیاش رو نادیده میگرفتم، خوبیاش میچربید به بدیاش، خیلی هم میچربید، ولی الان بدیاش به جایی رسیده که به خوبیاش میچربه. دیگه طاقت ندارم، دیگه با طلاقش بدم، چون دیگه بیش از اندازه بد شده. به قولی عطایش را به لقایش میخوام ببخشم، دیگه حوصله نمیکنم این داشته باشم، این دندون کرمی رو باید بکنم بندازم دور. عطایش را به لقایش میبخشم. عزیزان یه سری مردم ما 70-80% یه سری منتظرن کشورهای خارجی بیان ما رو از این مخمسه که گیر کردیم نجات بدن. خنده‌دار نیست؟ بگه یارو دیوونه است، تو سرزمین ما این همه منابع زیرزمینی، دریایی، هوایی، سرشار از منابع انرژیزا هستیم، بعد مفت مجانی دارن میبرن، یه سری ما با دست خودمون بهشون میدیم ول کنن بیان من تو رو نجات بدن. آره یه خود بدی هم داریم، 4-5 نفر این برابر ترور میکنیم، آره، ولی خوبی ما خیلی زیاده، خیلی بهشون میرسیم. یارو دیوونه است مگه بیاد برای من کاری بکنه؟ مگر اینکه اون کاری که بدیایی که ما میکنیم بچربه به امتیازهایی که داریم بهشون میدیم، اونقدر بدیای ما زیاد بشه بچربه به اون، به اینجا برسه. اون وقت اگر عطای ما رو به لقایمون بخشیدن شاید یه اتفاقی بیفته، ولی به این سادگی ها نیست. غیر از این شطور در خواب بیند پنبه دانه است. منتظر هیچی نمونید عزیزان، کس نخواهد پشت من جز ناخن انگشت من.